سلام، با اخبار امروز چهارشنبه دوم نوامبر من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان خارجیان و افراد دارای دو شهروندی را از حق خدمت در نهادهای امنیتی محروم کرد. مهاجران اخراج شده ختلانی میخواهند دیگر باره به روسیه برگردند. کاری که چیز نیست، تعیین نیست، رفتن در و عثمان قل نصیرانبکوی تقریبا 80 ساله میگوید برای پیشرفت انسان و ورزش و آموزش سن و سال مهم نیست. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس میکنم. وقتی راه میروم قریب که میدوم، هیچ جایم درد نمیکند. تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است برای تحقیر رئیس جمهور امامعلی رحمان که پیشوای ملت هم اعلان شده است در کدکس جنایی جزا مقرر شود. در طرح نوی کدکس که به پارلمان فرستادند ماده های علاوه کردند که برای تحقیر و تهمت پیشوای ملت 20,000 سامانی یا تا 5 سال زندان جزا پیش بینی میکند. در تاجیکستان تا کنون برای تحقیر امامعلی رحمان 2 نفر جزا گرفتند، از جمله یک عضو گروه 24 که سال 2015 با علاوه جنایت‌های دیگر به 17 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های خبرنگاری بارها خواستند تاجیکستان جزا برای تهمت و بهتان در حق رئیس جمهور را بردارد، زیرا ممکن است خبرنگاران انتقادگر با همین بهانه به جوابگری کشیده شوند. و وکیلان مردمی تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که دیگر اجازه نمیدهد شهروندان خارجی در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن به کار پذیرفته شوند. تا کنون در این نهاد مهم و از جمله در نیروهای مرزبانی تاجیکستان افرادی هم کار میکردند که شهروندی روسیه را داشتند. دیگر این گونه افراد هم حق کار کردن در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن را ندارند. مردان محمد گزارش میدهد. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با 2 قانون تاجیکستان، با قانون مقامات امنیتی ملی تاجیکستان و قانون خدمت دولتی تغییرات مهم وارد کردند. بر اساس تغییراتی که با قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان وارد شد، شهروندان کشورهای خارجی یا شهروندانی که 2 شهروندی دارند حق خدمت در صفوف نهادهای امنیتی کشور را ندارند. همچنین افرادی که میخواهند یا که حق دارند در این نهادها خدمت کنند باید که زبان دولتی، زبان تاجیکی را خیلی خوب دانند. از لحاظ تامین منفعت‌های ملی و پیشگیری نمودن خوف دسترس کردن معلومات سری دولتی داشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چون این محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیتی ملی با مقصد موافق است. همچنین وکیلان مردمی با قانون درباره خدمت دولتی نیز تغییرات و علاوه ها وارد کردند. طبق تغییرات و علاوه هایی که با قانون درباره خدمت دولتی وارد شد، شهروندان خارجی حق خدمت در ساختارهای دولتی را ندارند. اگر شهروندی دولت دیگر را داشته باشد، از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمده شهروندی دولت دیگر را گرفته باشد، نفقه‌گیر جمهوری تاجیکستان یا دولت خارجی باشد. بحثی که در بررسی این لایحه قانون به میان آمد، این فعالیت نفقه خورانی که از کشورهای خارجی از جمله از روسیه نفقه دریافت میکنند چگونه خواهد بود. محمد علی وطنزاده یاور رئیس جمهور و نماینده پرزیدنت در پارلمان ضمن شرح لایحه این قانون با آزادی گفت نفقه خورانی که از روسیه نفقه دریافت میکنند این نفران از شخصان 2 شهروندی می باشند و حق فعالیت در ساختارهای دولتی تاجیکستان را ندارند. مردان محمد بود و رو میاریم به مسائل بین المللی. نظرسنجی ها نشان دادند که دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون پیش صف شده است. 46% طرفدار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و 45% رای دهندگان طرفدار هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکراتی آمریکا بودند. تا انتخابات ریاستی جمهوری ایالات متحده 1 هفته مانده است و درباره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیوی فردا. میتونیم بگوییم که پیشی گرفتن دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون میتوانست از تأثیر تحقیق نوی FBI درباره ایمیل های هیلاری کلینتون باشد؟ 100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون،
خانم کلینتون بین 5 تا 8% و حتی بعضی نظرسنجی‌ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود. ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رأی دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی‌های هر 2 تا 3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه‌های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4 تا 5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی‌ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر است. و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چی گفت؟ واکنشش چی بود؟ خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که FBI تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن. و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیزی دیگر؟ سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی‌ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات رو ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد. تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت. خواهش میکنم. و صحبت با قدرت شهیدی را میتوانید در وبسایت azadi.org ببینید. دادگاه در قزاقستان یک جوان را به کشتن 9 افسر پلیس گناهکار دانست و او را به قتل محکوم کرد. دادرس دادگاه الماتو گفت که روسلان کولکبایف 28 ساله به قتل، تلاش برای قتل و تروریسم گناهکار دانسته شد. او را ماه ایول بعد تیرباران قرارگاه‌های پلیس و کمیته امنیت ملی دستگیر کردند. با گفته مقامات قزاقستان کولکبایف زیر تأثیر عقیده‌های اسلامی افراطی به این جنایت دست زده است. و مقامات روسیه از اول همین سال هزاران ساکن ولایت ختلان را از قلمرو آن کشور اخراج کردند و بسیاری از آنها اکنون حق ندارند 5 سال به روسیه بازگردند. اما بعضیشان هستند که میگویند از بس که بیگناه اخراج شدند میخواهند دیگر باره برای کار به روسیه برگردند. موضوع را همکاران ما آرزوی کریم و فرزان محمدی پیگیری کردند. شهرت سیدوف ساکنی دهه لالزار وخش میخواست تا زمستان امسال بام خانه نیم ساخته‌اش را بپوشد، ولی کارش در مسکو آمد نکرد. مبلغ کافی به دست نآورد و بالای سوختن نمکاب او را 2 ماه پیش از روسیه راندند. خاکین رفتم یک سال چند گشتیم، همین بین قوالات رسوندیم و یک خونه کش بالا شد دان در ترزاش نیست کودکو در خونه مردم نمیتونی کار کرده گشت دیگه چیکار میکنم؟ حالا شهرت نگران است که برف و باران دیوار خانه‌اش را میشوید و 40,000 سامانی به سختی به دست آورده‌اش تلف می شود. و در زادگاهش کار یافتن نمیتواند که خانه اجاره گیرد. شهرت در اداره شغل اهالی 2 ماه پیش خود را چون بیکار ثبت نام کرد، ولی کاری موافق نیافته است. مثل شهرت ده‌ها مهاجران دیگر اخراج شده برای دریافت حق ورود دوباره ساعتها در این اتاق کاری وکالتدار حقوق انسان می نشینند تا راه قانونی بازگشت را پیدا کنند.
نوریدین ساکنی 31 ساله ختلان 2 ساله اخیر به روسیه می رفت ولی بار آخر او را اخراج کردند و 3 سال حق بازگشت به روسیه را ندارد. یگان مشکلی نداشتم، همش سازه، همش ساعت بود. یکمی اومدن و محکم کرد، 3 ساله کنم جایی. یک کاری که چیز نیست، تعیین نیست، رفتن در بازگشتن. به فرق از شهرت نوریدین، ظهوربیگ یک مهاجر دیگر اخراج شده میگوید از سرگردانی و کشمکش ها بیزار شد و فروشگاه باز کرد. هرچند درآمد ناچیز هم بگیرد ولی میگوید در وطن جای کار دارد. پیشو میرفتیم استول میکرده که دکمه فیرما میکرد. روزی خرید میکنیم پاتین قیمتش دیگه ولی کاکای توغولی نمیگیره بخوای به ارزی کار نمیشه. برای دیگه نمیاد اجا کار که خوب میاد دیگه چیکار کنیم؟ تنها در 9 ماه امسال به وکالتدار حقوق انسان در ختلان 900 مهاجر که اخراج و یا دپارت شده‌اند مراجعت کردند و خواستار پیدا کردن حق ورود دوباره گردیدند. اگر مهاجرانی که در فدراسیون روسیه اویلادور باشند در اونجا و فرزنددار باشند ریاست مهاجرات ولایت قرونتپه کوشش میکند که به اینا کمک رساند تا اونی که اینا اگر شده محکم باشند برگشته روند. از اولی سال تقریباً 5,500 ساکنین ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها دنبال پیدا کردن جای کار هستند و یا در جستجوی راهی بازگشت به روسیه. یک ساکن شهر بیشکک که به زودی 72 ساله می شود هر روز به تالار ورزشی می رود و همین گونه زبان انگلیسی هم می آموزد. اسمانقل نصیرانبیکوی بازنشسته می گوید با ورزش و آموزش اکتفا نمی کند و می خواهد در کشورش قرقیزستان به قله‌های بلندتر برسد. از زمانی که اسمانقل نصیرانبیکوف به فیتنس رفتن را شروع کرد زندگیش کاملا رنگی دیگر گرفت. صحتی او بهتر و تبسم نیز در لبانش بیشتر شد. این مرد 72 ساله خود را از نو جوان احساس کرد. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس می کنم. وقتی راه می روم قریب که می دوم هیچ جایم درد نمی کند. بابای اسمانقل وزن برداری می کند. در تالار ورزشی این کار را او بهتر از جوانان انجام می دهد. راهگردی مشقی از همه مهم و مفیدی برنامه تمرینی این بازنشسته محسوب می یابد. اسمانقل جراحی پرتجربه است و فایده راهگردی را خیلی خوب می داند. وقتی جوانان را در تالار ورزشی مشاهده می کند می خواهد به دوره جوانیش برگردد. اسمانقل می گوید نسل امروز نسبت به جوانان پیش فعالترند. بیشتری ها امروز میگویند جوانان بی حوصله هستند ولی برعکس ما پیران سالان بی حوصله بودیم. حالا جوانان رق نمی نوشند، انگلیسی و روسی و دیگر زبان ها را می دانند. من گاه حتی حیران می شوم. آنها هدف دارند، کار خود را می دانند و فعالند. نزدیک 1.5 سال می شود اسمانقل درس انگلیسی می آموزد. فعالیت آموزگاریش در کالج طبی او را به زبان آموزی وادار نمود. در آنجا او به دانش آموزان خارجی تعلیم می دهد. بابای اسمانبک در زبان آموزی پیشرفت کرده است. برای من خیلی خوشایند است که وقتهای خالگیش را صرف زبان آموزی می کند. او با خواهش خود هفته 3 تا 5 بار درس می گیرد. این واقعا باعث تحسین است. متاسفانه نه همه ما چنینیم. برای من او نمونه عبرت است. اسمانقل وظیفه های خانگیش را صافدلانه اجرا می کند. او میگوید در 1 ساعت زبان آموختن برایش کافی نیست. بر اساس برنامه تعلیمی من باید 1 ساعت درس خوانم ولی در سن و سال من 1 ساعت کم است. از این خاطر من همه روزه از 2 تا 3 ساعت درس میخوانم. به قول اسمانقل به فرق از زمان آنها جوانان امروز برای معرفی کردن خود امکانیت‌های زیاد دارند ولی با این هم این مرد بازنشسته از موفقیت‌های خود خوشحال است و برای فتح قله‌های نو تلاش می‌ورزد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.